سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. این اولین ویدیویی که من میذارم. این چنل کلا درباره جی تی ای و بازی های داستانه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاره. بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها امروز گفتن نمیدونم ولی امروز بریم بیرون و یک کمی تیپ سی جی هم نگاه کن تیپ بزده. بریم بچه بزن اخبار رو روشن کنی بریم چی میگه. خب بچه تلویزیون رو روشن شد آجی بشینیم روی این مبله. چی نمیشینم چی بنازم نشسته چی همینجا خوبه. آره زاویه خوب آجی ببینیم اخبار چی میگه. بزنیم ببینیم. پشمالی اخبار رو دیدین چی نشون میداد. گادوفار اصلا داخل جی تی ای. گادوفار یه بازی دیگه از جی تی ای بازی دیگه از پشمو. چی بریم بیرون ببینیم مثلا چی خبره. آجی فعلا بایستا آجی بریم یه ماشین خف کنیم. ماشین که نداریم بعد بریم خف کنیم. ماشین همشون. خب بچه ما ماشین رو گرفتیم. بریم یک کمی تو شهر بگردیم ببینیم شهر اصلا چطوریه چه شکلی شده وقتی ما نبودیم. پشما ما صدام امروز بچه ها ببخشیم یک کمی گرفته دیگه. ببخشیم صدام اینطوری بچه ها. حاجی امیدوارم چنلی که تازه زدم بهتر کنه دیگه. بهتر کنید دمتون گرم. صدام هم امروز ببخشیم حاجی یک کمی گرفته. ببخشیم جدی ببخشیم. چون هم اولین ویدیو هم کوالیتی نداره. هم یک کمی صدام گرفته دیگه شرمندم. ببخشیم بچه ها چون یک کمی سرما خوردم. سرموناجی صدام گرفته. ولی ماشین هم خراب شده ولی سرعت خوبی داره ماشین. هی خدا خیر. بریم ببینیم شهر دستی کیه. بچه بریم ببینیم شهر دستی کیه حاجی. دوبار گفتم بعد دیگه حاجی برو از این را بیام چیکو بیام بریم حاجی بریم اونجایی که میگفتن بریم چی شکلیه چیکار شد حاجی بریم. خب حاجی چیکار میکنیم حاجی خیلی رانندگیم خوبه. بچه ها بیام بریم حاجی همینجا بود دیگه جا اول بازی. اتفاق خاصی اینجا نیفتاده حاجی. چه سیستم هم اینطوری داره میشه. پشما حاجی چی اینطوری شد سی جی. حاجی چی از ماشین اومد بیرون. حاجی این چیه دست سی جی. تبر خود کریتوس نیست این. پشمام حاجی تبر کریتوسه. حاجی چی چیزیه خوب میکشه. دو شات بکنم سه شات میکنه. پشمام حاجی چی تبر خوبیه. داشتی جای گنگ چی ترسید برو بزنش. حاجی این اسنایپ خواب این اسنایپینگ گانه خود چیزه دیگه ولی داداش تبره کریتوس دست سی جی چیکار میکنه. پشمام چی مردم اینجا حاجی این بچه محلمون رو نگاه. پشمام حاجی چی اینجا از اینا داره حاجی. جای شهر جای دیگهش اینطوری نیست فقط حاجی همینجاه. پشمام حاجی بابا این پلیس چی میگه این مثلا ضد پلیس بزن حاجی. پشمام داشت بیا رو تست کنم. میاو حاجی چی چیز خفنی مال کریتوسه حاجی. اینا فکر کنم از جا افتاده بچه های محل برداشتن. حاجی پشمام اینا چی چیز باحالی چون فقط بچه های محل دارن دیگه. فکر کنم از کریتوس جا مونده بچه های محل بلند کردن به نظر. حاجی پشمام بذار یه عکس از اینجا بگیرم. پشمام حاجی پشمام حاجی دوباره داره اتفاق میفته. پشمام ها نه حاجی یه لحظه ماسکی کرده چی اوکی. بزنیم اینو ببینیم حاجی. فقط
پشمام ریخته که تبر کریتوس اون شمشیر اولمپوس که نیست اون همین کریتوس چیکار میکنه دست سی جی آجی پشمام ریخته جدی برگام آجی چی داره یه اتفاقی میفته پشمام چی شد دوباره یه اتفاقی افتاد آجی پشمام چی شد من چی تبدیل به کریتوس شدم یا همون گادافا برام آجی پشمام آجی چی من تبدیل به کریتوس شدم پرام آجی این چی خود پشمام یعنی واقعا پشمام آجی این چی پشمام آجی یعنی پشمام جدی پرام جی دوباره یه دونه از اون حرکت ها بزنیم تا پشمام آجی بیا ماشین یارو رو بزن چیه مونده گوزی میکنی مردی آجی پشمام چی جامپی هم داره پشمام آجی پشمام پیاده شو بیشرف پیاده نمیشم پشمام آجی این حرکتش خیلی جالبه بچه ها این حرکتش بچه خیلی جالبه یه 360 بزنیم یه ماشین آجی چیه داری هول میدی به ماشین بزنم جگواری میخوام بزنم بایسته حرکت معروف رو بزنیم بل کن گناه داره آجی سوار ماشین نشیم بریم بچه ها هی خدا آجی بریم بچه ها ببینیم زندگی دست کیا بریم آجی گروپ نمیدونم والا بریم بابا بل کن بریم گروپ ببینیم چی خبره بریم گروپ سی جی گنگستر بیمه سی جی گنگ خیلی جالبه بعد بچه اینجا واسیم حاجی دوباره چه سیستم داره یه جور میشه پشمام حاجی خب بچه ما از اون سر اومدیم گروه سیری بچه چون حوصلتون سر نره بچه کاتش کردم حاجی یه چند تا تست دیگه هم بزنیم جیکو بیام بریم وسط خیابون او باید تو ببینم بچه ها پشماشون برید پشماتون ریخت الان چی حاجی شمشیرش هم کوالیتی خوبی دارم نگاه میکنم ولی جدی حاجی شمشیر کوالیتی خوبی داره مثلا نگاه کنین جاسه یه دونه به ماشین بزنم کوالیتی خوبی داره دیگه خب کار ندارم دیگه بچه امیدوارم از اولین ویدیو من خوشتون اومده باشه تا ویدیو که بدرود